شستن اندام ها در غسل و وضو. روایت شماره 265 صحیح بخاری جلد اول ترجمه فارسی. از میمونه همسر محمد، از میمونه روایت است که گفت، زن محمد بود، برای رسول الله آب گذاشتم. این کاملترین انسان را ببینیم که چیکاره بوده. برای رسول الله آب گذاشتم تا غسل کند. وی بر دستهای خیش آب ریخت و آن را 2 یا 3 بار شست. محمد آب میریزه، 2-3 بار دستایش را میشوید. سپس دست خود میکرد. سپس با دست راست خیش بر دست چپ خیش آب ریخت و آلت و خصیه ها را شست. آلت خود را و او قسمت های دیگهش را شستشو میکنه. سپس دست خود را بر زمین مالید. ببینید بعد از اینکه خصیه های خود را میشوید، دست خود را بر زمین مالید. سپس دهان و بینی خود را شست. خب پیامبری که هنوز نزاکت دهن شستن را بلد نبوده، پیامبری که بعد از آلت تناسلی دست در دهن خود فرو می کرده، حالا شما او را کامل می دانید. یکی از مسائل بسیار پیش پا افتاده است در مورد پیامبرتان. دوستان عزیز، کسایی که اسپم هستن جلوگیری کنید لطفا، اگر امکانش از قربانتان. کسایی که مدیریت میکنید این اسپم ها را دور کنید. من کامنت ها را نمیبینم به خاطر اینها. حالا شما حدس بزنید دیگه که پیامبرشون چقدر کامل بوده. غزال را بشنویم. دوست عزیزم اول پارسی آمده، پارسی را بشنویم بعد غزال را میشنویم.